خب سلام، پارسیمانی هستم و امروز من دوباره اومدیم با یه ویدیو جدید. دوباره قرار از ماینکرافت ویدیو ضبط کنیم. بچه یه چیز بگم راجع به ویدیو قبلیمون، ماجراهای من و کیان. انتظار بازدید بیشتری داشتم، انتظار بازخورد بیشتری داشتم. خیلی تعریفی نداشت موفقیت اون ویدیو. تا الان موفق ترین ویدیو کانالمون میشه به ماینکرافت اشاره کرد، کلا به ماینکرافت اشاره کرد. اگه دقت کنیم من کم صدام گرفته، متاسفم، من مریض شدم چند وقتیه. امروز قراره داریم یه مود ماینکرافت رو بریم، طول کسی نرفتتش، ویدیوشو نذاشته، خیلی جالبه. قراره ماینکرافت رو لایه تجزیهش کنیم و بدون مطلب بزن بریم. خب بچه ها وارد بازی شدیم. همچون گفتم قراره ماینکرافت رو لایه تجزیهش کنیم و به ابعاد ماینکرافت پی ببریم. خیلی عمالی. من چند تا شیدر پک کوچولو ریختم، گرافیکو نسبتا زیاد کرده. اول از همه تورچ میخوایم، قرار بریم زیر زمین توی مکعب کوچیکیم. همونطور که ببینین لایه هست همه چیم، یعنی چندین لایه است. چه قشنگ چندین لایه است که ما قرار اینو زیر روش کنیم تا بهمون پرتقالان زاددان بده. بچه ها تو این بازی به دست آوردن دایمند و از به دست آوردن از به دست آوردن آیرون از به دست آوردن دایمند سخت تره و هدف ویدیو رسیدن به پورتال انده که قطعا قرار نیست یه ویدیو تمامش کنیم، حداقل 2-3 تا ویدیو طول میکشه جمعش کنیم. تا الان 1 دقیقه از وقت بازی گذشته، وقت ویدیو و یک چوب، یک رافتینگ، یه استیک، و کلا اینو بود. خب متعشق کنم خب من دارم سی چهار سر کنیم ما خیلی موت خیلی جالب من خودم رفتمش نفسش نفهم شده نکردم ولی ببینم چه شغال بعد كمان مثلا شو ده حتى اليوم كده عايز اعرف كنتي اللي بتسمع شو بعد ما شفت صديق مش لاقي فاجئ الموضوع ده صديق مختلف شكل والله لازم شو كاميرا ولا صديق كده دوري شو كده زي صغير وانا شويه زي صغير لا شو ما ضمن كنت عارف اليوم انا بحاجه بس بيكون بفهمش خب معلش عندنا نحن لازم يكون سليم لازم نبقى يعني صغيرات فورا معلش بعدين بقى معلش لازم اليوم نقدر شيء خلصنا يا اخي انا مش لازم خلاص انا طبعا ما قدرتش اشتري كده مش قادر لا اليوم شكرا لا اليوم ما بقى كيف فرق لازم نروح ما يمكن نقدر ما بيجي كان لو يقدر ممكن يسوي شيء هذا اللي بيصير او جرب انا بدي عشان كل شيء شو يزيد نودي نودي في بعض جات في الزقاق هذا عايزين دي ليش كده اخي هذا فوق اللي انا متفهم خلاص غريب حاول ما يشتغل بعدين فكرة زي بعدين بيجوشن كده نعمل مثال يوم ما ممكن كده يلا نقول بيجوشن ايوه عشان
خب آقایون برگشتیم. ما این لایه الان میکنیم خیلی آروم، خیلی آروم، خیلی آروم. اما اینجا رو با صبوری تمام میپوشونیم. تکرار میکنم با صبوری تمام. به نام خداوند جان و خرد، از این مطلب اندیشه بر نگذرد. خب چی شد عمویی کوچولو؟ سوراخ دوباره پر نشه. به چیز میرم. بهتر بود اینجا بیفتم که نمیرم. استون، یک کاکتوس، شن، برگ. نه که هم چوب رستن نداریم. از سر درخت یکی گذاشته. خب آقایون ما اینجا اومدیم به این سطح رسیدیم که همه رو قرار ترور کنم تا برسم به تعیین. بابا تو رو خواهد از دست این صدای وحشت نکن. نه من ما جا نداریم. نه نیازی ندارم. نه میخوام بگی نگی بدم. خب عموی بیام. تلسکوپ روش میکنه اینا. دوباره ادامه میدیم. او گولد چند هزینه کم نیازه. آیون با یک قلب زنده موندم. الان وقتش برگردیم بریم. خب ما چیز خیلی خاصی به دست نیاوردیم.
اه. مم. بام بام بام. مرض داری کنه. داداش بساز دیگه. باگی. بیا میشه چیز دیگه. میگه مرض داری همینه دیگه. ای خدایا. ها خب بالاخره ساخت. خب ما برمیرم. نه بر نمیگردیم بالا. بر نمیگردیم. خب کرافتینگ رو میندازیم. اینو میزنیم برمیگردیم پایین. چند نونم بده. واقعا نیازم. خدا روزیت بده. چند تا ایران به دست میاریم. صدا میاد. چقدر زیاد صدا میاد. یه سوال، این که چیت حساب نمیشه. نه چیت حساب نمیشه. ایزی.
خب بچه بخشید برنامه ضبط گوشی من اجازه نمیده بیشتر از یه تایم ویدیو ضبط کنم. دقیقشو نمیدونم، یهو میزنم شما بیشتر از حد جز ویدیو به حد آخرش رسیده. من اینطوریم. الان قراره یکم سنگ جمع کنیم بریم یه فرنست بسازیم. اونم که چیت حساب نمیشه، خود بازی چیت حسابش نمیکنه، پس ما هم چیت حسابش نمیکنه. برمیگردیم توی کرافتینگ، یه فرنست میسازیم. برام خدا جان خرد چیز میخوایم. کجاست؟ خب من از این مدل چوبا چند تا ساختم که قشنگ بسازه. بچه یادتون باشه وقتی میخواین از به جای زغال از تنی درخت استفاده کنین، همیشه تنی درخت رو خورد کنین بعدا استفاده کنین، اینطوری حجم بیشتر میسوزه. بله و به این گونه. خب ما این ستون حالا ما قرار کارایی واسه به جای زغال چیز کنیم. هم کاری که توی مپ سروایولمون انجام دادیم. چه غلطی میخواستم بکنم؟ بذار چند تا چیزامو نگه دارم، نظرتونه؟ مثلا اینا باشه، اینا باشه، اینا باشه، اینا باشه، اونا باشه. گاوه بقیه به درد نبخورم میریزیم دو. آره بچه شاید به خودتون بگین چجوری قرار پورتال اند برسیم، در حالی که پورتال اند، بذار تختم خودم ببرم، در حالی که پورتال اند یه جایی که خیلی چیزمیز نداره. چجوریم هر جایی پیدا نمیشه، یعنی یه برای نمیشه کندش، نمیشه به عنوان شانسی پیدا کردش. آخر اینجا یه دروازه اند خاموشه که من دقیق نمیدونم چجوری قرار فعالش کنیم. نه چه عجب شانسی. پس اینجا بود. بله عجب شانسی. بس وقتی توی لابای تک بلاکی بیافتیم میتونیم خودمون نجات بدیم به سختی. صبر کن من اینم بیارم، اینمو بذارم اینجا. یه شمشیر سنگی بسازم واسه اون مرحله تارنکبوت، خیلی به دردم میخوره. خب ما پیکیکس آیرونی ساختیم، اومدیم به دایمند اینا رسیدیم. آیرون فعلا نیازیم، برس دیگه. آسانسورم نمی صرف ساختنش، بگنه می ساختن. Hello motherfucker.
کل صفحه پرشه پر از پیام چیز نرمد بذاره. با افتخار پارسا ایمانی هستم. چی؟ هنوز شب نشده، چه خبره؟ بابا بریم پایین دیگه. اما واسه اطمینان ندارایتو رد کردیم اینجا و اینجا رو میام پیککس آیرونیمون. من میرم و ما به ردستون دست یافتیم. این از قدرت پارسا ایمانی. آیرون خیلی میخوایم، درو میکنیم. چه نوری، چه روشنایی. اینو گذاشتم چون ردستون آیرون از من قرار زیاد استفاده کنیم دیگه، اینجا ما اسپان نشه. بیاد دونمونمون رو سرویس کنه. این دورش هم یه دور میکنیم. بذار ببینم، ما چوبم خیلی میخوام. وای حاجی مکافات داریم. البته نه اونو نمیتونیم بسازیم. فرم کدو میخوایم، فرم نیشکر نداریم. ای خدا. اصلا این مدل گیم موده همیشه که مثل محدودیت خود برای ما دارد. چه دقیقا اینجا گذاشتم. بای بای. خیلی مالی. چند تا دست آوردیم؟ 8 فعلا کافیه. برمیگردیم بالاتر به ارتفاع 2 دانه. ردستون اونجا هست. امرالد دایموند. یکم اینجا میذاریم. فول دایموند بشیم دیگه. فارم انصافا یکم زیادی زوده. فارم رو میام چیکار میکنیم؟ فارم طول میکشه. من واقعا تعداد آیتمی که میخوام نمیدونم. هی باید برم پایین و بالا. این ویدیو هم بیشتر از 35 دقیقه شد، ولی خب به خاطر جایی که تندش کردم تایمش کم شد و ما راحت کامون انجام میدیم.
25 تا 24 تا برای فول دایموند شدن زره اینا کافیه. هم بذار شمشیر و کلنگو خب اینو میذاریم اینجا وسط‌تر باشه. خب ای خدا به تو رو مزده کنیم. بخوابیم و فردا صبحش بریم سراغ فول دایموند شدن. این چه کاری همینجا فول دایموند شد در اعماق زمین. مفتخرم بگویم کلاه، لباس، شلوار، کفش، شمشیر و کلنگ آیرون دایموندی را دارا شدیم و بریم پشت راجبش حرف بزنیم. این هم از این ویدیو. امیدوارم خوشتون اومده باشه، لذت کافی رو برده باشین. آموزشی نداشتیم ولی خب این به عنوان یه گیم مود بود. از اپلیکیشن مود میتونید دانلودش کنین. حالا عکسش اینجا براتون میذارم، اسمش اینجا براتون میذارم، به این سرچ کنین دانلود کنین و لذتش رو ببرین. بچه‌ها این اپلیکیشن که دارم معرفی میکنم معمولا تو بیشتر سایت ها نسخه بروزش رو پیدا میکنین. نسخه بروزش به درد نمیخوره. در رکبتون میگم به درد نمیخوره. سرچ کنین نسخه قدیمیش براتون بیاره، دانلودش کنین. نسخه قدیمیش بالا میاره، گیم مود هم میتونین دانلود کنین، تو نسخه جدیدش نمیتونین. این از این ویدیو. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. حتما دنبال کنید، ما رو حمایت کنید. این زنگوله بغلم بزنین که اگه ویدیو جدید گذاشتیم مطلع بشین. کامنتاتون واقعا میتونه انرژی بخش باشه. من واقعا بابت هر کامنت ساعت ها ذوق زده میشم. دمتونم گرم و حتما پیشنهادتون رو بگین، حتما جوابشو میدم. من جواب هم کنم توی چند تا کامنت دریافت کردیم، جواب همشو دادم و اینطوریم. خیلی ممنون. تا دوری دیگر، بدرود.